سلام. امروز با یه ویدیو جدید و جالب دیگه اومدم. اگه میخواین پس زمینه عکستون رو به طور کامل و دقیق حذف کنین، تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. من امیرعلی ام و اینجا کانال ویدیلرن هست. من کلا توی این کانال از سبک ویدیوهای آموزشی میذارم. اگه خوشتون اومد سابسکرایب یادتون نره. این کارو میتونیم با برنامه‌های مختلفی انجام بدیم، ولی من میخوام بهتون با برنامه اینشات و کپکات آموزش بدم. برای انجام این کار در برنامه کپکات که این برنامه هست واردش میشیم و این گزینه رو کلیک میکنیم. اینجا هر عکسی که خواستیم رو انتخاب میکنیم، مثلا این عکس، و این اد رو میزنیم. در اینجا برای حذف کردن بک‌گراند وارد این قسمت ادیت میشیم و یکم که به جلوتر بریم به این قسمت میرسیم و واردش میشیم. اینجا این قسمت رو انتخاب میکنیم و همینطور که دیدید بک‌گراند رو حذف کرد و در آخر این اکسپورت رو میزنیم و برای انجام این کار در برنامه اینشات این قسمت فوتو رو انتخاب میکنیم و واردش میشیم. بعد وارد این قسمت میشیم. اینجا عکس مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم و از این پایین یکم که به جلوتر بریم این قسمت رو میبینیم. وارد اون میشیم و صبر میکنیم تا پس زمینه رو برامون حذف کنه و این تیک رو میزنیم و مثل همیشه اکسپورت میکنیم. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. خدا نگهدار.